سلام، شما خوب هستید؟ طرز تهیه ذرت مکسی چرکی هندی. این نوع ذرت توسط طاهر فرفره با مواد اعمل، ترشی تره، یکم کره، پالون خره، سم حشره، زلفای شهرام شپره با حبوبات مسخره، اسهال گاو یه سره، لنگ زوراب نکره، خاک و کل رو پنجره. به علاوه غذای دیشب، سس پریشب، بیرون روی نیمه شب، گل بابونه که هر کی بخوره واژگونه میباشه بنده. هو بس پدستک نفسم گرفت. با مقداری افز گوزیدن فلفل و نمک رو زخمش پاشیدن، یه سطل زرداب معده شطور رو هم میزنه ببینه آماده است یا نه. وقتی با ایزی لایف دستاشو بودار کرد تا وزیر بهداشت نرسیده، ذرت‌ها رو با زرداب مکسی پیچ میکنه. دیشب وزیر بهداشت بمبئی باهاش تماس گرفت تا طاهر گفت بلو عله سلو بلام، گفت یعنی هر مله بگیرمت سوپ تو غذات میکنم. طاهر از وقتی فهمیده از طرف بهداشت برای مجازات قرار گیر کلثوم اشوری ساکن ساری بیفته، گوشیشو پر کرده تو فاضلاب که ردشو نزنن، ای مرد سوزتو ببرن ان ساکن ساری گیرش بیاره کمر به تبرش میزنه. این بدبخت میخواست مایه افتخار خانواده میشه، مایه کوکو هم نشده. معذرت خاری هم فایده نداره. وای نکنه تو هنسفیری تهدیدش بکنن که از این غلطا میکنه. فرار کن که بگیرت خشتتو میشه رو سره. نوع دیگر ذرت مکسی چرکی هندی توسط آرتمیس سوسو با پیشگوشی دوسو و تیرامیسو میده به ایسو. تو لجن واظبی که تمدار شد با اون دستش که تتو زده مرد شد، زون عزیزت با تایت بشور سنباد پولیشش میکنه. وای خوش به سرت، مسخره فروشی با کردن. نوش جان بمبئی.